یه روز تعطیل، یه دعوت صمیمی، یه جمع گرم که تو زمان انگار به آرامش رسیده. سینا کوچولو آروم بغل پدر بزرگش در حال بازی و کنجکاوی روی انگشتر عقیق بابا بزرگ بود و پدر بزرگ و مادر بزرگی که سالها از خدا عمر گرفتن ولی هنوز اهل کوهنوردی هستند، زنده دل و خوشمشرب و سالم. همه چی در سکون و زیبایی پیش می رفت تا وقتی سفره پهن شد. رنگ‌ها، عطرها و کنار اون چتری لیتی خوشاب و رنگ و مفید یه غذای پر رمز و راز از دستپخت شیرین و رابع حواس‌ها رو به خودش معطوف کرد. انگار شروع ماجراست که رابع خانم و شیرین خانم قصد دارند تا شمعی از هنرهای آشپزی و تغذیه سالم ایران شهری خودشونو با همه به اشتراک بگذارند. برنج قهوه‌ای. دوستان عزیز، در ویدیوهای بعدی با من باشید تا ببینید غذای ترکیبی خوشمزه و مفید با برنج قهوه‌ای چی بود.